سلام و درود هموطنان عزیز، بیننده‌های عزیز، هموطنان عزیز، دوستان، برادرانی که این لحظه ها ما را در این پخش مستقیم تماشا میکنید. بار دیگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، برادرانی که در این پخش مستقیم ما تماشا دارند در برنامه هفته‌ای 60 دقیقه پلیوس که ما چند موضوع ها را بررسی کردیم و بررسی میکنیم. در این موضوعی که این هفته میخواهیم با هموطنان صحبت کنیم، این همان چون که در موضوع برنامه یا که در سرلحه برنامه دیدید یا که خواندید، 10 سال زندان برای لایک و کامنت. این واقعا یک مصیبت است و ما شاهدها یا که دلیل های زیادی داریم که زیاد نفرایی هستند که در یعنی شهروندای تاجیکستان برای لایک ماندن یا که برای کامنتاری نوشتن پشت پنجره زندان رفتن یا که در بازداشتگاه ها هستند. این واقعا یک مصیبت هست و ما باید راه اسباب ها عوامل این جنایت ها را جستجو کنیم و به تمام آزادگویان و آزاداندیشان دنیا برسانیم که در تاجیکستان، در یک تاجیکستان کوچک، در یک تاجیکستان 10 میلیونه که نیمی اهالیش، نیمی ساکنانش در خارج از وطن، در خارج از کشور زندگی میکنن. متاسفانه باقی آنهایی که در وطن هستند، عذر آنهایی که در وطن هستند، خانه‌ای نیست که زندانی نباشد، خانه‌ای نیست که یک عسکری مرده نباشد. این واقعا یک مصیبت است و ما باید که زمانی آمده است یا که وقتی آمده است، لحظه فرا رسیده است که تمام قشر جامعه مدنی، تمام مخالفین، تمام روزنامه‌نگارا، تمام آزاداندیشان، تمام بلاگرها، روحانیان، شاعران دستی به دست داده گرد اطراف یکدیگر جمع شده، یک اتحاد، یک همبستگی را برای هر چه زودتر از این ظلم و ستم، از این بیبندواری خلاص شدن. ما این برنامه ها را پیگیری میکنیم و راه اندازی کردیم تا اندمی که این ملت بیدار نشود و همان فرمانده خداوند هست که انسان، شخص باید خودش در داخل طلب تغییر کند. تا اندمی که خودش در داخل اگر خواهش و طلب تغییر را نداشته باشد، خداوند هم هیچ شرایطی را برای تغییر مهیا نمی‌کند برای او. این واقعا یک مصیبت است که برای یک لایک 5-6 سال یا که 10 سال زندانی شوید. من چند روز پیش قصه بیگ مراد خولوف، یکی از خویشاوندانم، یکی از زادگان دهه رشنه پایان ناحیه پنجکند را رسانه‌ای کردم و نوشتم که واقعا این انسان با تهمت‌ها، با بهتان‌های گوش نشنید پنجره نشست. از جمله تهمت‌ها و بهتان‌هایی که این رژیم، این نماینده‌های این رژیم، از جمله کارمندان امنیت داخلی
با سر این برادر آوردن یا که تهمت بستن، بهتان بستن. این است که در کدام لایک مانده است، در کدام پست کامنت نوشته است، یا که از همه خندآورش همین است که بیگمراد خلوف را تهمت‌هایی که او در همین میتینگی که رئیس جمهوری تاجیکستان به برلین سفر داشت، میتینگ تخمزنی مشهور است. بیگمراد خلوف از روسیه کار میکند، یعنی در روسیه کار میکند. او همین چند ساله که سند از تاجیکستان خارج میشود. روسیه تاجیکستان، یعنی من فکر نمیکنم که سوم کشور سفر کرده باشد، به غیر از همون کشورهای مثلا ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستانی که گاه بعضی وقت با ماشین یا که با قطاره از طریق همانها مثلا وارد تاجیکستان میشن یا که وارد روسیه میشوند. من میتونم تمام دلیل ها با تمام مقدسات قسم بخورم که بیگمراد خلوف از روسیه بیرون نرفته است، از تاجیکستان بیرون نرفته است. این رژیم، نماینده های رژیم، کارگران رژیم، کارمندان امنیت داخله مجبورش کردن که به دوش گیرد که او از روسیه به اروپا یعنی به برلین سفر کرد و در همون میتینگ ضد اعتراضی مخالفان که ضد سفر امام علی را تشکیل کردند و تخم زدن در همون اشتراک کردن، گفته زبان خطش گرفته او را مجبور کردن که این البته تحت اون مشقت عذاب و لط و کوب شدید، یعنی از او زبان خط گرفتن که گویا که بیگمراد خلوف در میتینگ تخمزنی اشتراک کرد. این واقعا جای افسوس است، جای ندامت است، جای شرمندگی است که برای یک رژیمی که یک مهاجر مهنتی که در روسیه کار میکند، فعالیت میکند، او فرق ندارد در ساختمان کار میکند، استاد هست یا که مثلا یک یاردمچی هست، هر کسی هست نیست، همین ملت تاجیک همه میدونیم که در روسیه چیکار میکنند. بیگمراد خلوف هم دقیقاً همین یک مهاجر مهنتی در روسیه بود. مثلا یک سال کار میکرد، زیادتر یا کمتر بود، برمیگشت نزد زن و فرزندش تاجیکستان که او زندار و فرزندار و صاحب 3 فرزند 4 فرزند هست. واقعا این یک مصیبت است که او را گیرید و 10 سال زندانی کنید. پیش از این من خبر داده بودم و نوشته بودم در رسانه ها که در همین دهه خردترک رشنه پایان ناحیه پنجکن احمدوف و عنایتوف 2 نفر شهروند کامل حقوق آزاد مستقل که نه مخالف بودن، نه عالم بودن، نه دانشمند بودن، نه ژورنالیست بودن، آنها را هم به هم تهمت‌هایی که گویا که لایک موندن، گویا که با کسی سلام کردند، گویا که از کسی طرفداری کردند، بازداشت کردند و 5.5 سال زندانی کردند اینها را. این واقعا یک ظلم است، یک ستم است، باید که محکوم کنیم. و من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان، همچون یک مهاجر سیاسی، همچون یک مهاجر پناهنده سیاسی، همچون یک تاجیکی برون مرزی، یک تاجیکستانی برون مرزی، این جنایت رو محکوم میکنم و محکوم کردم و در آینده هم تا اون روزی که عدالت بالای تمام زندانیان سیاسی، تمام زندانیان بیگناه برپا نشود، من محکوم میکنم و فعالیت سیاسی کردم، فعالیت سیاسی میکنم، در رسانه‌ها صحبت کردم، صحبت میکنم. اگر چنده که تمامی همین ساکنان دهه رشنه پایان کوچک رو یا که تمامی ساکنان ناحیه پنجکن تو ولایت سوغد رو، وادی زرافشان رو مجبور کنند، تهدید بیارن، به زندان روان کنند، آنها را شکنجه کنند، هم من از این انتخابی کردم بر نمیگردم و من باور دارم، ایمان کامل دارم که عدالت بر ظلم پیروز می شود، یعنی حق بالای باطل پیروز می شود. و ما اگر باور نمی داشتیم، اگر یک
یک درصد باور نمی داشتیم اگر ما هیچ وقت این روحی پرخطر، این روحی زندانی، این روحی استرداد، این روحی یعنی تهدید و فشار رو به دوش نمی گرفتیم، یعنی به این ریسک ها رو به دوش نمی گرفتیم و در راه ما به چیما نمی گرفتیم و ما باور داریم که در این تاجیکستان این رژیم سرنگون خواهد شد و یک رژیم مردمی مدنی، یک رژیم واقعا مردم سالار، عدالت سالار، دموکراسی سالار، منافع ملی سالار، منافع دینی سالار سر قدرت می بیاید و این جنایتکارانی که فرق ندارد در منطقه من پنجکین، در منطقه مثلا در بدخشان، در ختلان، در سوق، در همه مناطق کشور عدالت برپا خواهد شد و ما باور داریم که عدالت برپا خواهد شد. و شاعرم می‌فرماید که نماند ستمگاری بدروزگار، بماند از او لعنتی پایدار. یا که شاعر دیگر می‌فرماید که چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شبی دیگر نمی سوزد. ما برای همین در این برنامه ها ما صادق هستیم، در این برنامه ها ما پافشاری میکنیم، تمام راه ها رو استفاده میکنیم که حقیقت و تمام جهانیان و تمام آزادگویان، آزاداندیشان و آزادگویان فارسی زبان، عرب زبان، ترک زبان و تمام دنیا، اروپا و آمریکا رسد. ما واقعا یعنی طرفدار هستیم و انشاءالله که ما به سر بلند به وطن به ملت برمیگردیم، نزد وطن، نزد ملت. ما از یگان چیز نترسیدیم، از یگان کس نهراسیدیم. با وجودی تهدیدها هست، فشارها هست بالای ما، بالای کارهای ما، بالای فعالیت‌های ما، بالای بگیریم که پیوندان ما، پدر و مادر ما، مال و ملک ما در تاجیکستان از همون بگیریم که سال 2010 و 15 و 20 تا به همین حال، تا به همین روزی که در این پخش مستقیم با شما صحبت دارم در سال 2024، یعنی این تهدیدها، این دخالت در کار ما دوام دارد و ما هم مبارزه، مقاومت رو پرزور خواهیم کرد. یعنی نمیگذاریم که این زندانیای سیاسی ما که بیگناه نشستن در پس پنجره ها در آنجا دورمدراز باشند یا که هر روز صف زندانی های سیاسی ما بیافزاید، هر روز قربانی های سیاسی این رژیم زیاد شود، گروگان های سیاسی زیاد شود. واقعا ملت تاجیک همچنان که استادا بزرگا یا که بگیم که نخبگان ملت تاجیک میفرمایند، در همون فضای قبل از جنگ 3 سال یا 4 سال تقریبا تاجیکستان عزیز ما به این جغرافیاش یک جزیره دموکراسی بود، یک جزیره آزادی بود، یک جزیره دینی بود. ما واقعا میخواهیم که همون فضای پیش از جنگ رو، پیش از بیوکوی فرانت خلقی سر قدرت آمدن رو بار دیگر به ملت برگردانیم. البته از ملت هم مخواستهای زیاد داریم، میخواهیم که یک کمی بیدار شود، یک کمی هوشیار شود، یک کمی در این موقف، در این مقطع تاریخی چی کنن، بی‌طرف نباشند و ما فکت و دلیل و معلومات خوب را سر وقت برسانند و ما توانیم که همین برنامه‌های خوب را راه اندازی کنیم. هر هفته، هر سال، هر وقتی که مثلا امکان شد نماینده های مخالفین، اعضا و جانبدارای مخالفین از اون معلوم، چی عکس باشد، چی نوار باشد، چی بگیریم که متن باشد درباره جنایت های رئیس های محله، رئیس های ناحیه های ولایت، رئیس های بگیریم که رئیس جمهور، اویلش، سفارت ها، وزارت ها، که تمام استروکتورها باید در خدمت مردم باشد، ولی متاسفانه
هیچ در خدمت مردم نیست. همه این استруکتورها یا که نهادهایی که گفتیم ما همه در خدمت شخص اول هست، در خدمت رژیم هست، در خدمت اویلا هست. متاسفانه 9% حق و حقوق تاجیک و تاجیکستانی ها را پایمال کردن، پایمال میکنن و پایمال کرده ایستادن و 1% در مقابل همون 1% حق و حقوقشان را یا 1% همون آزادیاتشان را میدهند یا که داده ایستادن. مردم ملت سرخوش هست، خوش هست که مثلا رژیم یا که حکومت یا که دولت مردم دولتداران برای ما خدمت میکنن. این گونه نیست. شما حق و حقوق شما از این زیادتر هست. حق و حقوق شما، آزادی شما از این زیادتر هست. شما وقتی که آزادانه فکر کردن، آزادانه یک نوار رو دیدن، آزادانه پیروی یک حزب حرکت شدن رو ندارید، شما آزاد نیستید. شما حق و حقوقتان پایمال شده هست. شما مردم ملت تاجیک حق و حقوق شما سلب شده هست، کرخ شده هست. تا اون دمی که آزادانه فکر خود رو بیان کردن نمیتوانید، تا اون دمی که در تاجیکستان آزادی بیان، آزادی ادیان نیست، آزادی بگیریم که مذاهب، فرقه ها، حزب و حرکت ها نیست، تاجیکستان آزاد نیست. شما آزاد نیستید. شما یعنی تاجیکستان با تمام همین جغرافیاش یک جزیره زندان رو، یک زندان رو میماند که زندانی هاش هم زندانی هستند، آزاد هاش هم زندانی هستند. تمام قشر جامعه یا گروگان هستند یا قربانی هستند یا سوء استفاده رژیم هستند یا سوء استفاده این نابخردان و نابکارها هستند. تا اون دمی که این ملت تصمیم نگیرد، تا اون دمی که این ملت بگیریم که در داخل طلب تغییرات یا طلبی بگیریم که آزادی یا که طلبی چی نکند، هیچ وقت هیچ کس در خارج اومده ما رو آزاد کردن نمیتواند، حق و حقوق ما رو داده نمیتواند. حالی همه در تمام منطقه های تاجیکستان حال همین است. پرونده خرید، پرونده فروشی، برای لایک و کامنت زندان کنی. یک نظر من پیش از این برنامه یک نظر با یوتیوب و با گوگل و دیگر رسانه ها زدم. یک نظر که واقعا زیاد موقف ها، زیاد شخصیت های وا خورده می شود که برای لایک 5 سال زندان شدن، 6 سال زندان شدن. اخیرا نمونه یا اخیرا نسخه قربانی یا که گروگان یا که زندانی که من به دست خودم نوشتم، به خواهش خودم نوشتم، در رسانه های تاجیکی، فضای تاجیکی دادن که بیگ مراد خالو یکی از شهروندان ما، یکی از همدیهاهای ما، یکی از پیوندان من به 10 سال زندان محکوم شد. یکی از تهمتاش که تو در برنامه مخالفین، در برنامه که ضد پیشوای ملتشان یا که پیشوای ملتشان لایک موندی، کامنت موندی و از همه خندوارش بار دیگر تکرار میکنم که بیگ مراد رو با تهمتی گویا که از روسیه بلند شده است و آمده است در میتینگ برلین، در اون میتینگ مشهور تخمزنی اشتراک کرده باشد. این واقعا جای یعنی بلندترین درجه ظلم و ستم و بی‌بندوباری در تاجیکستان است که یک نفر که عموما از روسیه و تاجیکستان بیرون نرفته است او رو تهمت کنی، ده ها صدها تهمت و بهتان کنی که تو در تخمزنی در سفر پیشوای ملتشان اشتراک کردی. این واقعا جای ننگ است، جای مصیبت است. واقعا این در این حالت مبارزه ضد این رژیم فرض هم واجب هم سنت شده است. مقاومت ضد این رژیم هم فرض هم واجب هم سنت شده است. وقتی شما بعد اعلام کردن دو سه ملاها و مولوی های افغانی باشد یا ایرانی میترسید.
شما چرا شهروندانتون رو کننده نتوانستید، راضی کننده نتوانستید؟ این سفسطه های شما نمیدونم روحانی ها، علما، دندان مرکز اسلامی یا که کمیته دین رو مردم یا دینداران فارسی زبانان ما در افغانستان ایران باور میکنند. ولیکن ما تاجیکان و تاجیکستانیان ما میدونیم که شما کی هستین، شما کی سر قدرت آمدید، در زندانهای شما چند کس زنده جدا و مرده جدا شد، چند کس برای لایک و برای بگیریم که کامنت زندانی شد، چند ژورنالیستان ما رو، ژورنالیستان تاجیک در زندان هستند، چند حزب و حرکت های سیاسی رو بند کردید، منع کردید، از جمله حزب کمونیستی، حزب سوسیال دموکرات، حزب نهضت و دیگر حزب‌های تاجیکستانی نو که اصلا تشکیل نشده، ثبت نام نشده، او رو قطع کردید، او رو بگیریم رهبرش رو به زندان انداختید، اعضای جانبدارانش رو چی کردید؟ تهدید و فشار کردید که پای به هجرت بینید. این سفسطه شما رو مردم افغان و ایران باور میکنند. ما کو تاجیک هستیم، تاجیکستانی هستیم، دیندار هستیم، سیاستمدار هستیم، در بعضی حالات بلاگر هستیم، مثلا روزنامه نگار هستیم. اگر چند دیگه در خارج از تاجیکستان زندگی میکنیم یا مقیم بگیریم که خارج هستیم، ولیکن میدونیم در این تاجیکستان، در این شهرها و ناحیه ها و ولایت های تاجیکستان چی میگذرد، چی فضای حکم فرماست. یک فضای خفقانی حکم فرماست که مردم آزادانه نوشتن، خواندن، مردم آزادانه لایک، مردم آزادانه پیروی یک حزب حرکت شدن رو میترسن. این چی گونه فضا هست؟ این چی گونه بگیریم که فضای خفقانی هست؟ شما اگر بتوان، من باور ندارم که حتی همون علما، دانشمندان، نخبگان، اونایی که از حق و حقوق و آزادی های ملت تاجیکستانیان آواز بلند میکنند، او فارسی زبان باشند، ترک زبان باشند، عرب زبان باشند، آنها را بالفرض و قناعت کناندین یا که به قناعت رساندین. ما رو هیچ وقت به قناعت نمیرسید. ما میدونیم که در زندانهای تاجیکستان چقدر ببندوباری ظلم است حکم فرماست. ما میدونیم که این رژیم به سر علما و دانشمندان، ژورنالیستان، بگیریم که بلاگرها، ژورنالیستان آزادگو مستقل چه روزها را آوردن. او دلیل امام علی باشد، عبدالستار پیر محمد باشد، یا که آقای سلطان باشند، یا که بگیریم که زاقیبیک باشند، یا این لیدرهای سیاسی مثلا مثل استاد محمد علی حید باشند، یا که استاد سید عمر باشند، مثل برادر عزیز ما عزت امان باشند، کرامت خدا رحمت کنده باشد، یا که مثل رهبر گروه 24 همین چند ماه پیش از ترکیه بازداشت کردیم، معلوم نیست که کجا بردیم، چی شد، چی میگذرد به سر او. رهبر گروه 24 سهراب ظفر، معاونش نماینده گروه 24 در ترکیه نسیم شریپوف، او هم به نام نشان بدرک. دقیقا شما در آزادی اونها، در منع آزادی اونها، در نقض آزادی اونها، در نقض حقوق اونها دست دارید که آنها زنده بودن یا که مرده بودن، اونها رو میدونید خوب. شما همه این وضعیت و این وضعیت خفقانی رو ما میدونیم، ما تشخیص میدیم، ما در جریان هستیم. ما یعنی تمام سازمان های حقوق بشری داد میزنند، فریاد میکنند، هشدار میدهند که تاجیکستان جزء 10 کشور فقیرترین، تاجیکستان جزء 10 کشور سرکوب کننده، تاجیکستان جزء 10 کشور نگران کننده. این سازمان ها هیچ کدامش پیمانی نهضتی یا که بگیریم گروه 24 نیست. همه اونها آزاد هستند و
گاهی وقت برای شما گرانت جدا میکنند، گاهی وقت نماینده هاشون در تاجیکستان هست در کورپوس های دیپلماتی. و این دولت ها اروپایی یا امریکایی که بعضی وقت تاجیکستان رو متهم میکنن، گناهگار میکنن یا هشدار میتن، اینا هیچ کدامش تحت تاثیر ما قرار نگرفتند و نمیگیرند. اینها کشورهای دموکراتی، حقوق بنیاد و مردمی هستند و گاهی ناگاهی برای شما گرانت جدا میکنن. سفارت ها، کنسول ها، یا که بگیریم که نماینده های کورپوس های دیپلماتی شما از اینا پول میگیرند، گرانت میگیرند. روزنامه‌نگارای شما، سازمان های شما از این کشور اروپا و امریکا گرانت میگیرند. همین ها میگن که تاجیکستان عضوی 10 کشور فقیر دنیا، عضوی 10 کشور مثلا سرکوبگر یا که سرکوبگری دینی، منع آزادی های دینی، کدومش رو باور کنیم؟ این واقعا مصیبت است. واقعا مصیبت است که این یک هفته اخیر این فشار و تهدیدها یا که مثلا منع حجاب و فشار بالای پیوندان من یا که بالای مثلا مردمی وادی از غلام، شهرکی از غلام یا که جماعتی از غلام که سراسر مردانی دلیر، مردانی شجاع، مردانی بگیریم که در گذشته هم صادق با اپوزیسیون کشور، هم صادق با بگیریم که با آزادی، عدالت و صادق به ملت بودن. یعنی ده ها صدها لیدرها مثلا شهرمردانی نامبر کرده میتونیم که از وادی از غلام بودن، از غلام بودن، برای این وطن، این دین، این ملت خدمت کردن. حالا دیروز در رسانه ها خوندم که منصبداران بلندپایه تاجیکستان، دادستان، رئیس پارلمان، دیگر بگیریم که شخصیت های مشهور، شخصیت های دولتی، شخصیت های رژیم، نماینده های رژیم به این منطقه سفر کردن. یعنی احساس کردن که همین مردم ناراضی هستند، همون اشتباهی کردن، اشتباهی بزرگ استراتژی هست، اشتباهی هست که نباید که این مردم رو فشار می آوردن، دستگیر میکردن، بازداشت میکردن. بگیریم که همین حاضری که من در همین پخش مستقیم صحبت دارم، میدونید 10 نفر در بازداشت هستند، 10 نفر دیگر. ما به شمول جنایت های رژیم در منطقه بدخشان، در ولایت بدخشان، تمام منطقه تاجیکستان را به همین خیل تنها فرد شکست میشکنند و در آخر در آینده هم اگر ملت آواز بلند نکند، ملت نخیزد، ملت قیام مردمی نکند، اگر این جنایت های اینها زیاد می شود، نقض حقوقشان زیاد می شود، این جنایت های کارمندان امنیتی داخلی رژیم، نماینده های رژیم زیاد می شود. یعنی منطقه سوخده تنها میشکنند، منطقه زرافشان، منطقه ختلان، منطقه غر، منطقه کلو، منطقه بدخشان، منطقه یزغلام. همین برای در همین سیاست بر دوام ماندن، در همین سیاست دوام دادن سیاستشون هست. سیاستی همین پلیدی هستی که 30 سال به سر، یعنی با سلاح سر قدرت آمدن و مردم را دقیقاً قسمی از مردم رو زندانی کردن، قسمی از مردم رو یعنی به هجرت روان کردن، قسمی از مردم رو دیده و دانسته هدفمندانه و غرضمندانه برای این سیاست ناپاکشان ترور کردن، زندانی کردن، به هجرت روان کردن که همون چند نفری دیگه، چند میلیون دیگه در داخل تاجیکستان باقی هست، همون موندگی رو ترسونن که آنها آزادانه فکر نکنن، آزادانه کار نکنن، آزادانه سفر نکنن، آزادانه تحصیل نکنن. این واقعا جوی مصیبت است و این چیز رو ما محکوم میکنیم. و حالا اگر از دوستانی که در این برنامه دعوتشان کردیم و سلک این برنامه رو روان کردیم، اگر باشند بفرمایند گفتنی‌های نسبت تهدید و فشارهای در تاجیکستان، در منطقه مثلا پنجگین یا که یزغلام یا که این هفته اخیر
منع حجاب، هفته حجاب اعلان شده است. اگر گفتنی داشته باشید برادر عزت الله بفرمایید برادر. سلام علیکم برادر، سوزن شما. و علیکم السلام. سلامت باشید. سلامت باشید. آواز شما خوب است. اگر آواز من خوب باشه. به تمام بینندگان سلام خود را میرسانم، به طرفدارا و اعضایان پیمان، به تمام مخالفان، به تمام شهروندان جمهوری اسلامی که چنین اعضا جانبداران شما ما بعد امروز موضوع که اویدی لایک و کامنت نوشتن که از 5 تا 10 سال میتونم، ما همین ابستنی هستم که اون نفرهایی که اول просто چند وقت میتین، اگر یک 10 minuten من هم بفرمایید صحبت کنید، میفهمونم هم قانونش داد. بفرمایید. با تمام کارگرای مقامات میرسونم که لایک کامنتار، من خودم مفتش کار کردم در شعبه تفتیشات زیاده از 5 سال کارمند فوری کار کردم. ما یکم بار مخالف، همون وقت هم مخالف بود تا 2017 را من کار میکردم. این خیلی پرونده بودنی نیستم راست دیگر، برای اون که من نمیگرفتم این خیلی پرونده را، برای اون که میفهمم قانونه از جهت قانونیش گیریم به همون تمام کارمندان مقامات حفظ حقوق میرسونم که برادر رو سابق هم کسبا هر کاری که شما میکنین او غیر قانونی است. من حاضر شما رو میفهمم قانون قطعا یک به یک میفهمم. نباید انسان رو برای لایک همین زندانی کرد. هر یک انسان همه تاجیک است، چی مخالف چی در داخل بودگی شما دیگه طرف ها پروست اینترس ها هست در اینجا. برای یک اینترس یک نفر شده شما قانون ویران میکنین، همون پرونده های ساخته میشه. از من چه میشه من شما رو میفهمم. یکم میگیریم اگر ماده 307 میزنین شما قسم دوش که میگوید که اگر ماده 307 بگیریم دعوت عمومی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان میگه، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی میگه. این الان فهمیش شما قدیم. بعد میریم دویم اتاپش که با استفاده از اخبار عامه 301 پریم 1 پریم 2 همش هم خیلی میره. بعد شما از 5 8 هم خیلی پرونده آغاز میکنین، آدما را احساب لایک زندانی میکنین. اما میگذاریم کانستیتوسیا با تمام قانونی که خلاف کانستیتوسیا است و سند های قانونی که همون پرونده های جنایتی که شما آغاز میکنین خلاف کانستیتوسیا هست، اعتباری حقوقی ندارد. انا همین اخاطر نبرو روز من ماده قطعی با میفهمونم تو به تمام کارمندای مقامات حفظی حقوق شما باید دونین چخیل میشود همینجا. انا من ماده 307 گفتم 307 1 307 پریم 1 پریم 2 اساسا قسمی دوش در همین اینترنت کتی مخالف و صحبت میکنن چی از آزادی گپ میزنن، نه اصلا من قانون و حقوقشون در آزادی ها را گپ میزنن. شما لایک دیمون کسی میگیرین زین نه نباید خیلی باشد. درش میریم کنسیل جمهوری تاجیکستان رو میریم. اگر کنسیل جمهوری تاجیکستان رو گیریم اگر ماده 1 کنسیل جمهوری تاجیکستان میگوید که تاجیکستان دولتی دموکراتی صاحب اختیار حقوق بنیاد و دنیوی و یگانه میباشد. یک دوم میریم سیم سرخطی همین قانون برای مگر یک انسان شرایط زندگی انکشاف آزادانه را دارد میگوید. ماده 1 انکشاف یعنی فهمش، نطق، ایده، پوزیسیا انا همونش آزادانه را دارد میگوید. درش میریم اگر ماده 5 گیریم گر انسان حقوق و آزادی ارزش عالی اعتراف میشود، حیات قدر ناموس و دیگر حقوق فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق آزادی انسان و شهروند رو دولت رعایت حفظ میکند. دلش میریم ماده 6 ماده 6 چی میگه؟ ماده 6 301 یا 307
ماده 6 کانستیتوسیه ما уже ماده 307 گفتم 307 ایو میگن که راست همون لایک مون و 307 همون یکش میگه که تغییر ساخت کانستیتوشنی نو کانستیتوسیه اجازه میدهد انسان به کانستیتوس که اون چیزی که خلاف قانون اعتباری نداره من میفهمم ماده 6 میگه که در تاجیکستان خلق بیانگری خلق مردم این پلاشت‌های مردمی خلق بیانگری صاحب اختیاری سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده آن را با واسطه یا به واسطه وکیلان خود عملی میکند افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق رای گذاری عمومی خلقی انتخابات و غیره است یگان اگر ماده انمی میگوید که یگان هیچ یک اتحادی جمعیتی نگاه کنید حزب سیاسی یعنی حزب خلق دموکراتی پوزیسیون امام علی رحمان اویله امام علی رحمان گروه آدمان گروهی که کمانده امام علی رحمان و یا فرد حقوق ندارد که حاکمیت دولتی را غصب نماید غصب اگر شما مردم نخواهید که همه باشد کانستیتوسیه دیگه کنید کانستیتوسیه کودکس نه ولی مایلی کودکس هر چی نیستین مایل وقتی که دلچه میرین например میگذاریم ما اگر ماده 6 باشد اگر 8 در جمهوری تاجیکستان در اساس رویه های گوناگون سیاسی مفکوروی انکشاف مییابد یعنی هر یک انسان پوزیسیون خودش دارد کسی در امام علی رحمان مقبول کسی در مخالفان مقبول کسی امام علی رحمان در لایک میموند کسی مخالف در لایک میموند بعد دلچه میریم مفکوره هیچ یک حزب یعنی ایده امام علی رحمان که این حزب جنایتی است لایک نمون این ایدهش است این مفکوره امام علی رحمان است همون کماندش است حزب حرکت طرفداراش جانبدارا مفکوره هیچ یک حزب اتحادیه جمعیتی دینی حرکت و گروه نمیتواند میگوید نمیتواند به حیث مفکوره دولتی اعتراف شود یعنی که شما نمیتونین که وای لایک مون و یا مفکوره دولتی اعتراف کنین این غیر قانونی است 307 اوجا مخالفت میکند سطحی کانستیتوسیون مخالفت کرده است وقتی که مخالفت کرد اتوماتیک که قانون اساسی اعتبار عالی حقوقی دارد فهمیدین در چه میبینید محلگرایی دیگر حزب‌های سیاسی ماده 10 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان عالی اعتبار عالی حقوقی دارد البته اینجاش گوش کنید ماده 10 میگه کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اعتبار عالی حقوقی دارد و معیارهای آن مستقیما عمل میکند قانون ها و سنت هایی که خلاف کانستیتوسیون انمون پرونده های جنایتی شما آغاز کردگی در نظر دارم برای لایک اعتباری حقوقی ندارد اعتباری حقیقت حقوقی ندارد значит تمام پرونده های جنایتی که شما آغاز میکنین غیر قانونی است طبق قانون من نه قانون بین المللی حالی من نمیگیرم قانون های بین المللی سنت های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است و این نمیگیرم تنها کانستیتوسیون میگیرم از کانستیتوسیون برمی آید گیرن سطح 307 سال لوحش خونن کانستیتوسیون و در وین هم هر یکی شما یوریست شما همکار من کار کرده هستم شما نو شما هم ترپیده کرده در آینده جنایتی که به مقابل انسانیت هست انسانیت وقتی که انسان جنایتی بر مقابل انسانیت رو صادر میکند و این مهلتی همون سراغ داونس ندارد و در تمام دولت ها که شما میرین چی مفتش باشی چی سودیه فرزنداتون در آینده همه و یا قید بگرفته میشه شما باید دانید لایک مون پوست مونه وای یک از امام علی رحمان در لایک میمونه یک از این طرف لایک میمونه یکم پرابلم نیست چی من امام علی رحمان دام لایک میمونم نمیدونم 24 دام لایک میمونم این حزب این پیمان دام لایک میمونم نمیدونم همه دا لایک میمونم بچه و باید گفت که مخالفه من بگوید که چی به امام علی با لایک میمونی نمیدونم چی به امام علی یکم کاری خوبشه چاپ میکنی در نمیدونم کانال من میگم که موضوع هستم قانون اجازه داده گیره کاری که خوب است میکنی برای همون چیز
شهروندان گفتنی هستم که هر یک شهروند اگر دولت‌های پیشرفته شدن خواهد تاجیکستان، هر یک شهروند باید در خانه‌اش کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان داشته باشد و رنگ همین دولت‌ها با لوبای خانه فرمه خانه‌اش برای کنستیتوسیون دولتش است. گرون گزیت شاید اگر علما نگیریم اگر همون کنستیتوسیون است. همون کتی همش نوشته شدگی. ماده 14 میگیریم. 14 ماده 27 28 29 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده شما به اجازت میتید تمام شهروندای جمهوری تاجیکستان با اعضای حزب شوین، اعضای گروه شوین، مردم خودش جمع شود، چی کند؟ گردی همایی کند. اینا یک کنستیتوسیون شما به اجازت میدید. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اجازت میدید و کودکس جنایتی استاتوس دارد. قانون اساسی جمهوری تاجیکستان کنستیتوسیون بلند میست. کودکس جنایتی این خیلی پایان‌تر میست. پرونده جنایتی با پایان‌تر میست. وقتی که پرونده جنایتی خلاف قانون اساسی است این اوج اعتبارش گم میکند اتوماتیکی. برای همون تمام پرونده های جنایتی که هست طبق این قانون ما فهمانده دادم که یگان او اعتبار حقوقی چی در عرصه بین المللی چی در داخلی جمهوری تاجیکستان اگر انسانی که حقوق شناس باشد و خودش تحلیل میکند من کمتر تحلیل کردم اگر وای گیرد با پورا تحلیل میکند همش میآورد که تصدیق نمیشود. برای همین کارهایی که میکنند هم برادرها شما نخطی هم من کار کرده هستم بسیار تا میشناسم. این طرف هم تاجیک است اون طرف هم تاجیک. در اینجا تنها اینترس هست رقابت سیاسی هست. باید رقابت سیاسی پراویل جو به جو گذاشته شود. باید گوش کرد انسان نه با خمایل 33 سال همه گوش کرد شما نه باید انکون باید یک گزارش باید باشد باید یک اتب نو باید گذشت خواهیم نخواهیم ما میگذاریم هم سوی کشورهای نگاه کنیم همسایه کشور قرقیزستان قزاقستان ازبکستان همش نگاه کنین در همون مناطق هم در هر یک منطقه نپریمر بیشکک و مردم بیشکک راهبر مقاماتش تمام منصب‌های دولتی به مردم بیشکک هست پلیسیش بیشکک هست پروکراتورش بیشکک هست باید این به تن داد این چیز اوجه شده آمدگی تنها تاجیکستان موندگی شما چی خیل از جامعه جهانی پایزاتون نمیدونم عقیده میمونین و ایدئولوژی مفکوروی عقیدوی محلی خطی پیش میبرین باید خیلی نباشد باید همه یکدیگر فهمی شد برای لایک هدویت سکران نمیدونم کامنتار نویسن یگان کس باید زندانی نکرد همان زندانی که با همین جرم و زندانی کردگی هستیم من گفتنی هستم که شاید نمی 35 سالگی استقلالیت آمده است بابای امام علی رحمه یکی ای خوبش میخیزه همه را آزاد میکنه یکی یکان خوب میبیند بعدی گپ زدنی ما نه وقتی که اینترس شخص به کار میکنین کنستیتوسیون بگید اگر شما خواهین که نپریمر امام علی رحمه همه را گوش کنین وزیر و وزارت و مقامات های حفظ حقوق شما باید رای پرسی تشکیل کنین کنستیتوسیون ایواز کنین در کنستیتوسیون ایدئولوژی پور چوتکه نویسین ایدئولوژیا و مفکوره حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رهبرش امام علی رحمان و تمامی حکومتی که امام علی رحمان با همراهی اویلش گرفته است و رهبرای اکثر کلیچیوی همون فیگوره اویلش است مفکوره دولتی اعتراف کرده شود بکنه بعد این پرونده هاتون قوه قانونی پیدا میکنه قوه قانونی یگان تا این پرونده های جنایتی شما قوه قانونی پیدا نمیکند امام علی رحمان یگان وقت از این چیز دست نمیکشد اگر گویم اگر 307 تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی به ماده 6 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میگوید که سرخط 3 میگوید که یگان حزب حرکت گروه حق غصب کردن حاکمیت دولتی را ندارد غصب کردن وقتی که خود امام علی رحمان است فرزندش هست دخترش هست تمام اولادو هست تمام رهبر و وزیرها از یک مناطق هست
این غصب حاکمیت دولتی است. خود شما 307 صادر کردگی جامعه جهانی میدوند، وست دنیا میدوند، شما چغیر خود رو معرفی میکنید. انا این چیزاش، این چیز قانون است. نه از سبب ندونستن قانون، از سبب که تسکن اینا گیر محکم کن رزولتات کنه. برای من بسیار دولت همین مقامات های دولت های همین ابرقدرت که هم علاقه دارم. توشتو که من تجربه تروریسم در مصلحت ها میدیم، من همین میگم که وقتی که من همینا کتی میشینم بعد همین لایک اگر گویم کرد میگوید که همون گنرالای تاجیکستان همش همون میدلاش و پگاناش و همون لایک همونه نخواد یگانه سوریمنی میر به ما میگم 195 دولت دنیا 197 205 دولت دنیا گویم دولت های تصدیق نشده کی انامین 195 دولت دنیا به یگان دولت بینن که مردم خودش قتل کرد، مردم خودش پادستاوا کرد، ملت خودش پادستاوا کرد. اگر زبانی و رتبه و گنرال شده باشد کو من بگویم که تو دروغ میگویی. نه نیست. وای همون اون چیزی که شما گرفتگی برای لایک نمیدونم چی پالکونیک شدی بعضی چی گنرال شدی همون مهلت همون صحبت یا بار همون آینه ببینو همون لایک صورت شگیر خیریت لایک بوده است بوده خیریت اینترنت بوده است که همین لایک و پادپیسکا بوده است همین من مدال گرفتم نمیدونم همون کامنتار بوده است بگویم ای بس این چیز زمانی سوریمنی دنیایی که اطلاعات اینفورماسیونی به گذشته ایستاده است انا همین کار اینا داشته نمیتوند. امام رحمان هم یگان فونکسیش هم همه سترکتورش 24 ساعت کار کنه دیگه این چیز داشته نمیتونه. یگانه ایده همین که باید رقابت سالم باشد، چی اپوزیسیا چی مخالف، چی از اون طرف برو صحبت کنند چی از این طرف برو صحبت کنند. برای همین ما همه اون ایدئولوژی که هست بر ضد شکنجه مردم، بر ضد نقض کردن حقوق انسان من مخالف آن هستم. باید هر یک انسان آزادانه مفکورش بتواند آزادانه تمام حرکت و داخل شود از حرکت خارج شود. این است فکرانی من. تشکر زیاد برادر عزت الله. واقعا فکرای خوب از نگاه قانون، از نگاه یوریستیکا، از نگاه حقوق یک شرح و تفسیرهای خوبی داشتید. حالا اگر دیگر دوستا و برادرایی که اگر میخواهند که وارد استودیو شوند تکنیکای محترم وارد کنند و برادر عزت الله باشه ان شاء الله یکی یگان سوال یا که چیزی شد حاضر هستم برادر. تشکر زیاد برادر. یکی یگان سوال برامد پایان نمیستم چکنیم. تمام. زنده باشید برادر. واقعا این یک مصیبت است. ما گاهی وقت با روزنامه‌نگارا یا سیاستمدارای خارج غیر تاجیکستانی صحبت میکنیم یا که میشینیم یا ژورنالیست ها یا ادوکات ها واقعا این باور نکردنی هست و باور نمیکنند که یک شهروند کامل حقوق برای لایک و کامنتار یا حتی اشتراک در میتینگ زندانی شود، بازداشت شود، لطوکوب شود. این واقعا یک مصیبت است و این دستگاه تبلیغاتی رژیم، این دستگاهی بگیریم که قربانی کنی رژیم دوام دارد تا اندمی که ملت بیدار نشود. این مصیبت دوام دارد و ما تمام قشر جامعه تاجیک را هشدار میدهیم قشر بگیریم که علمی، فرهنگی، تمامی بگیریم که روحانیا، دانشمندا، مرکز استراتژی، مرکز اسلامی، مرکز بگیریم که اکادمی علوم، دیگر دانشگاه ها، همه تشکیلات ها، نهادهای حقوقی، سیاسی، دینی، دنیوی رو هشدار میدهیم در تاجیکستان که واقعا بی‌طرفی را اختیار نکنند. این در این مقطع تاریخی ملت تاجیک را نجات بدهند، ملت تاجیک را دستگیری کنند، در بر ملت تاجیک باشند و یعنی ببینید
اون چیزایی که ما میگوییم ما مخالفان فرق ندارد در پیمان، در نهضت، در دیگر حزب و حرکت‌های سیاسی مخالف میگوییم، شاید 1% کار، 1% سیاست، 1% درد ملت، رنج ملت، اذیت ملت باشد. شاید که 90% زیادتر کمتر دردها، رنجها، مشقتها، اذیت‌هایی بگیریم که ملت را ما پوشش داده نتوانیم، ما گفته نتوانیم، ما نوشته نتوانیم، ما در پخش‌های مستقیم، در کانال‌ها ما، در رسانه‌ها ما گفته نتوانیم. تا اون دمی که ملت با ما همکاری نکند، ما با ملت همکاری نکنیم، ملت با ما اختیار نتیاد، صلاحیت نتیاد، باوری ندهد، ما هیچ کار از دست ما نمی‌بیاد. واقعا این رژیم بی ملت هیچ کس هست، چنانه که ما مخالفان بی ملت هیچ کس هستیم. یعنی ما در این طول 30 سال یعنی احساس کردیم، فهمیدیم که این رژیم حاکمیت رو، بایگری ملت رو، تمام مردم ملت رو، تمام بایگری ملت رو، تمامی بگیریم که کادرهای ملت رو سوء استفاده کرد، مونوپولیا کرد. ما این چیز درک کردیم و درک کرده ایستادیم، ولی متاسفانه ملت تا اون دمی که ملت آواز بلند نمی کند، ملت اعتراض نمی کند، ملت آزادانه به میدان نمی ریزد، ملت آزادانه تغییر نمی کند، این جرم و جنایت های رژیم، این بی‌بندوباری رژیم، این بی‌بندوباری ها، این ناعدالتی ها دوام می‌یابد و دوام میکند و شاید که صف زندانی های سیاسی به هزارها رسد، صف قربانی های سیاسی به هزارها رسد، صف مهاجرای سیاسی و مهاجرای مهنتی به میلیون ها رسیده است، به میلیون ها رسیده ایستاده است. واقعا یک مصیبت است. ما رو تاریخ این برنامه ها رو ما برای ملت، برای تاریخ، برای ارشیو کرده ایستادیم. ما که فرزندان ما، نبیرگان ما، نبیرهای ما و اونهایی که بعد از ما میبیان بدانند، بفهمند که ما در مقابل این ظلم ها، در مقابل این بی‌بندوباری ها، در مقابل این سیاست کثیف امام علی رحمان و تور و پودش و 40 راهزنش ما خاموش نبودیم. ما آواز بلند کردیم، ما آواز بلند کرده ایستادیم، با وجودی که با شرایط کم، ما با شرایط تعداد کم، شرایط کم، پدر و مادر ما زندانی، پدر و مادر ما بازداشت، پدر و مادر ما گروگان، یعنی با همین دخالت مستقیم به کارهای ما، به فعالیت‌های ما، دخالت مستقیم به حیات ما، دخالت مستقیم به کار و فعالیت پیوندان ما، خویشتبار ما، پدر و مادر ما توانستیم که آواز بلند کنیم، توانستیم که یعنی در مقابل این ظلم ایستاد شویم، قد علم کنیم، قد بلند کنیم، لایک مونیم، برنامه سازیم، برنامه پخش و نشر کنیم. این چیز واقعا برای ملت، برای تاریخ، برای ارشیو ماندگار هست و انشاءالله ما باوری داریم که ملت در بایگانیش، در خزینه‌اش این موادها رو استفاده میکنن، این موادها رو بگیریم که حسن استفاده میکنن. اگر ما نتیجهش رو ندیدیم، حتما باوری کامل دارم که این جوانان، این فرزندان ما، این نویرای ما نتیجه این مبارزه های ما، نتیجه های این بگیریم که مقاومت ما رو خواهند چشید، به یک زندگی بهتر، زندگی آزادتر، زندگی خوبتر خواهند رسید. هیچ وقت ظلم بر دوام نمیماند. هیچ وقت در هیچ کدام گوشه و کنار دنیا ظلم، یک نفرایی دیدیم که با اون کبر و غرور، با اون کبر فروشی، فخر فروشیشان، با اون یعنی میلیون ها عسکر و پلیس رو بگیریم که تانک و بیتر به فایدهشان تمام نشد، به دردشان نخورد، در یک
در یک هفته‌های اول، در یک چند هفته و چند ماه در مقابل مردمشون، در مقابل ملتشون ایستادگی کردن نتوانستند. ما دیدیم شرط نیست که اینقدر ظلم، اینقدر ستم رو دوام یعنی پذیرا باشیم، ظلم پذیر باشیم. حتی ببینید ما در تاریخ دینمون، در تاریخ فرهنگمون زیاد داریم که یعنی یک نفر، یک چند نفر، یک قشر جامعه از بحر جانش، از بحر پول و مالش، از بحر داراییش، از بحر بود و نبودش میگذارد که 90%، 99% دیگر ملت، قشر ملت آزاد زندگی کند، آزاد راه برود، آزاد بخورد، آزاد بپوشد، آزاد فکر کند، آزاد تصمیم گیرد. تو با کی بی غیرت دین زیستن؟ تو با کی بی غیرت ملت زیستن؟ این امروز یعنی این رژیم ضد تمام فرایض و واجبات و سنت ها جنگ اعلان کرد، ضد تمام منافع ملت جنگ اعلان کرد. او منافع ملی باشد، منافع دینی باشد، جنگ اعلان کرد. از این زیاد فکر کنم، از این زیاد مسلمان ترسو، مؤمن ترسو فکر کنم با خدا و با رسول لازم ندارم، لازم نیست که بیاین تمام مقدسات تو رو پایمال کنند، تمام فرایض و واجبات سنت های تو رو پایمال کنند، دخالت در کارهای شخصی تو کنند، دخالت در دین تو کنند، در مذهب تو کنند، در عقیده تو کنند، در حزب تو کنند، در تمام بود و نبودی تو کنند. دیگر تو بودن در روی زمین یعنی بهتر است که در زیر زمین باشی، بهتر است که در جای دیگر باشی، بهتر است که عموما در همین خریطه جغرافیای تاجیکستان نباشی. این واقعا یک مصیبت است، این واقعا یک جنایت است، یک خیانت است که یعنی در مقابل اینقدر بی‌بندباری ده‌ها، صدها، هزارها مسجدها رو بستند، ده‌ها، صدها، هزارها برادران یعنی شهروندای تاجیک رو برای ریشش، برای حجابش زندانی کردند، به تهمت‌های گوش‌نشینی در زندان‌های تاجیکستان هستند، برای دیگر اندیشش در زندان هست، برای گوناگون اندیشش در زندان هست. عیب است، شرم است، هم برای ملت، هم برای مخالفین، هم برای تمام قشر جامعه تاجیکستانی برون مرزی و درون مرزی. این واقعا جای عیب است که این ظلم و این ستم دوام یابد. تمام سازمان‌های خارجی و داخلی می‌دانند که در تاجیکستان همین بی‌بندوباری، ناعدالتی، نابرابری سیاسی، اقتصادی و سودی هست. تمام دولت‌های منطقه و همسایه کشور ما، دولت‌های همدین ما، دولت‌های همزبان ما می‌دانند که همین رژیم از حد گذران، خطای قرمز را عبور کرد. این واقعا تاجیکی ما زیر سوال می رود، مسلمانی ما زیر سوال می رود. اونایی که دعوت به سوی الله و به سوی رسول، به سوی دینش میکردن، واقعا خجالت کشند که این وضعیت نخبگان، زیایان، ژورنالیستان، تمام قشر جامعه، طبیبان مثلا، یعنی اگر هر یکی آنها به خاطر آزادی، به خاطر دین و وطن و ملت کارپرتایی کنند، به میدان بریزند، یک نفری آنها را میکشد، دو نفری آنها را، 1% آنها را میکشد، 2% آنها را میکشد، 10 میلیون تاجیکستانی را نمیتواند قتل عام کند رژیم رحمانوف. 10 میلیون تاجیکستانی را نمیتواند زندانی کند، 10 میلیون تاجیکستانی را نمیتواند گروگان بگیرد. کی ما آواز بلند کردیم که ما را کمک نکردند در داخل و خارج؟ کی ما به میدان نریختیم که ما را کمک نکردند؟ کی ما از حق و حقوق قانونی، کنستیتوسیونی، رسانوی، سیاسی خود ما دفاع نکردیم که آواز بلند نکردیم و رسانه‌ای نکردیم که هم وطنان و هم ملت ها ما از ما دفاع نکردند؟
یا که همزبانان و همدین هم دفاع نکردن. حالا که ما باوری کامل داریم که سرنوشت این منطقه، سرنوشت تاجیکستانیان و تاجیکستان در دست ما مخالفین هست، در دست شما ملت عزیز هست، در دست مهاجران مهنتی که در روسیه هستند در دست آنها هست، در دست تک تک قشر جامعه و ملت دولتمان هست. تا بکی ضد منافع ملت جنگ اعلان میکنند، این یک رژیم، یک عده، یک نفر، یک با اویلش. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مهمانی ما برادر محمد رجب، سلامت باشید، سلامت باشید. سخنگوی پیمان خیلی بخشید از شما و تماشابینان که من در درون ماشین هستم، در راه برنامه را تماشا کرده ایستادم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. تشکر زیاد، سلامت باشید. خسته نباشید. خوش، من میخواستم چند حرف درباره همین موضوعی که امروز ما برده ایستاده در همین باره بگویم. اولش که سلام علیکم و رحمت الله تماشابینان عزیز، برادران از و خواهران گرامی. خوش، امروز برنامه را دوست ما محمد رجب برده ایستادند تا خیلی برنامه جالب، موضوع جالب است. برای یک نقطه نظر، برای یک لایک ماندن زندان شدن یک انسانی که بعضش پدر مادر دارد، فرزند دارد، اما به هر حال یک انسان است، یک نظرش را میگه، یک چی قبول رو تو یک چی را قبول دارد، یک چی را قبول ندارد. به این چیز انسان حق دارد. فرضاً من بیان یک چیز معقول است و من اون رو پسند، یعنی لایک میمونم و برای این من رو برای 10 سال زندان کنم. این یعنی چی است؟ این یعنی غیر از همون نوجوان مردی، غیر از یک جنایت دیگر هیچ کار نیست. اگر نگاه کنید دوستان، اگر حکومت کاری نامعقولی میکنه، ما شهروندان حق داریم که بگیم که اون نامعقول است، برای ما قابل قبول نیست و برای همین حرف ما، برای همین نظر ما برده زندان کردنش این نشان ضعف حکومت است. حکومت ترسو است، حکومت ضعیف است. حکومت که ضعیف است انتقاد را قبول ندارد، برای انتقاد جزا میدهد. این است مقصد اساسی حکومت. برای چی زندان میکنن نفری که رو انتقاد میکند؟ چون که حکومت دیگر پاسخ ندارد، وضع را اصلاح کردن نمیتواند. او ترسو است. حکومت امام علی رحمان ترسو است، میترسد از مردم، از نگاهی که او را تنقید میکنند میترسد و به همین سبب هر کسی که صدا برآورد او را زندان میکنند. حالا در همین برنامه محمد رجب یک حرف گفتند درباره کلمه مصیبت، یعنی یک بدبینی، یک اگر تحت الله سوال من گفته نمیده، اما با مضمونی که ما مردم تاجیکی به زبان تاجیکی میفهمیم، اگر چه این کلمه باشه عربی است خطا نکنم، مصیبت یک بلایی که بالای مردم آمده است. همین خیلی است محمد رجب؟ درست. همون بلایی که بالای مردم ما برای تاجیکستان آمده است، این بلا خود همین امام علی رحمان است. عیناً خود امام علی رحمان این مصیبت مردم و کشور ما است. همین مصیبت تا روزی که هست است، این کشور و این مردم پیشروی و یک روزی نیک نخواهد دید. و همین خاطر ما را هم ضرور است، من نمیگم که فرض است، واجب است، این رو مثال از نقطه نظری دینی مثال محصولان میگم، همچنین یک ارزش انسانی، همچنین یک انسان گفته میتوانم که ما را شرط است و ضرور است که بر ضد این مصیبت، بر ضد این بلا مبارزه بریم. اگرچه ما همه چی را از دست دادیم در این راه، چهل که محمد رجب گفتن نزدیکان ما را زندان کردن، مال و دارایی ما را کشیده گرفتن، خدا ما را از کشور دور کردن. اما این مصیبت است، اگر خاموش باشد ملت، این مصیبت همه را فرا میگیرد. فرا گرفته است همین روزها. خواهران بی‌دفاع در تاجیکستان تنها ماندن، حتی علماهای دین از آنها دفاع نمیکنند. چیکار باید کنند؟ مردان نمیتونن از زن و همسر و خواهرای خود دفاع کنند. چیکار باید کرد؟ یک ملت در یک حالت سرسان قرار دارد. کی این ملت را سرسان کرد؟ کی یک خواهر را سرسان کرد در کوچه دوشنبه، در کوچه تاجیکستان به پشت و پناه ماند یک خواهر را، یک زن مسلمه را؟ کی
امام علی رحمانov. پس مصیبت بالای ما کدام است؟ مصیبت امام علی رحمانov است. همون مصیبت خداوند برای ما حالا در سر ما است. ما باید کوشش کنیم تا این مصیبت رو دور کنیم. این وظیفه انسانی ما است. وظیفه ما است که بر ضد این مصیبت حرف ما رو زنیم، این مصیبت رو تنقید کنیم، این مصیبت رو برای رفعش دعا کنیم و حرکت کنیم و در این حالت ما میتونیم با یک سری بلند از این مصیبت رها شویم. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر سلیم جان. واقعا حرفایی که میگید از دل میبراید به دل میدراید. واقعا این حرفای شما صادق و صمیمی هست. همون برادر محمد رجب دوستم، در قلب حرف بسیار است، حرف خیلی بسیار است، چون ظلم روز از روز بسیار شده است. الان خصوص اینا بینید که اگر ظلم بالای من و شما و مثال افرادی که بیرون از کشور هستند باشد اینا تحمل کردن ممکن، اما وقتی که ظلم بالای یک انسان، یک خواهر، یک مسلمان، یک تاجیکستانی که میشود، او بیچاره دیگر حرفش را دردش رو به هیچ کس نمیتونه. هیچ کس نمیتواند از اون خواهر در داخل دفاع کند از او. نه ادوکاتش میتواند دفاع کند، نه علمای دین میتواند دفاع کند، نه پروکورور میتواند دفاع کند، نه پدرش میتواند دفاع کند، نه شوهرش میتواند دفاع کند. هیچ کس نمیتواند دفاع کند از اون خواهر. چیکار باید کرد؟ این ملت به کجا روان است؟ حالا بگذار ما گنده ایم، ما بدیم، ما هر چیزی که میگوید موگیم، اما چرا حالی یک زن تاجیک، یک مادر تاجیک در تاجیکستان امروز چنین حالات قرار گرفته است؟ و پس وقتی که یک نفر این حرف رو تنقید میکند او را حکمش زندان 10 سال. این چی است؟ این کجا است آن حقیقت؟ کجا است عدالت؟ این مردم دردش با کی گوید؟ مجبور میرد به افغانستان. ولی 4 نفر از افغانستان صدا برآوردن، نصف تاجیکستان 6 تا خستی شده است. این ملت وقتی که در داخل دفاعگر ندارد مجبور است از بیرون دفاع کند. با کجا رود اون زن؟ من حاضر در غم خودم و اهل عالم نه، من در غم همین ملتم. همین برادرایی که برنامه کردیستان در غم همون ملتن که این ملت با کدام روز گرفتار شده، کدام مصیبت بالاش آمده است که نمیتواند از اون مصیبت با آسانی رها شود. این برای رهایی قربانی میخواد. ما اومده ایم قربان شویم. چند نفرها قربان شدن، نزدیکان خود را قربان کردن. همین دیروز یک مادر همسری داملو زبیدالله رازق از عالم گذشت. هم شوهرش در زندان است، هم پسرش در زندان است. شوهرش برای آنکه فعالیت سیاسی داشت، پسرش برای آنکه فعالیت گومانیتری انسان دوستی داشت. هر دو را بردن زندان کردن. این مادر جگرخون در فراق شوهرش و در فراق فرزندش از عالم گذشت. از فرصت استفاده برده به خانواده داملو زبیدالله رازق همدردی خودم را با دیگر برادرانم میرسانم. این همدردی من به تمام ملت است. ملت، شما مادرانتان را از دست دادید. شما در زیر ظلم، خواهرانتان، همسرانتان در زیر ظلم قرار دارد. من همدردی خودم را به شما بیان میکنم. بیان من به همدردی من با آنهایی که از خودشان دفاع کردن نمیتوانند. چوکه این خیل زندگی برای ما هست. چوکه مردم باید این خیل زندگی کند که خار و زار باشد، خار و ذلیل باشد. با خاطر ما زندگی میکنیم، برای شکم ما، برای خانه در ما، برای گاو و گوسفند ما. نخواد این همه چه ارزش داشته باشه که ما ناموس ما را از دست دهیم. پس حرف نزنیم، خاموش باشیم. بعد این چی هست؟ بس ما خود میتونیم انسان نامیم. ملت عزیز، برای من، برای خودت حرکت کن، برای فرزندت حرکت کن، برای نبیرت حرکت کن، برای خواهر و دختر و مادرت حرکت کن تا از این بدبختی رها شوند آنها. این بدبختی از این مصیبت از بالای مردم تاجیکستان. سلامت باشید محمد رجب. من دیگر صحبت کردن نمیتونم، هر چند دیگه خودم میخوام اداره کنم اما درون میسوزد. باور کنید خداوند به این ملت، حالا در گذشته میگفتیم که صبر دیت، حالا میگیم که به این ملت جسارت دیت. جسارت تو از خودش، از ناموسش دفاع کرده تواند. خداوند نگهدار.
سلامت باشید. تشکر زیاد برادر سلیم جان. خدا خیرتون بده. واقعا حرفایی که گفتم از دل میبراید و دل میدراید. یعنی واقعا سلیم جان این حرفا، این بگیریم که این حرفایی که گفتن همش حقیقت دارد و ما هم اعتراف میکنیم و طرفداری میکنیم، پشتیبانی میکنیم. حالا اگر دیگه از دوستان اگر وارد استودیو باشن مرحمت کنن فکر و نظر و اندیشه‌شون بیان کنن نسبت این موضوع ها. سلام علیکم آقای محمد رجب، خوب هستیم برادر؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر جان. خداوند هر یکی شما در پناه رحمانش نگاه داره. مبارزان، من چه گفتنیم در این حکومتی رحمانوفی یا چلانتی؟ این بین ظلم و ویش با مقصدش نمیرسه. انشالله شکست این نزدیکه. مردم تاجیکستان را چه گفتنیم؟ مردم ده این قدر خاموشی ریویه نکنین. خیزین که این ظالم چند قدر اگر خب کنی هم قدر ظلمت میکنه. خیزین دفاع کنین از سطر و ایجابتون. من اینا در دیگر دولت قرار دارم. راست گپ عملیات خوردگی بودم چند قپش خیلی با فکرم با عملیات میشم نمیدونم. کراچی طرفداری کردن در کره، مبارزه دا کمک کردن در کره تو که شکست خیره این حکومتی علیلانه. چند قدر ما خاموش ایم هم قدر ما دا این ظلم میکنه. این شعور این امام علی خدا ای خدا غافل مونده همی خیلی این چند قدر خاموش بیستی هم قدر ظلمت میکنه. برای اول امنیتی آدم چی گفتنیم کارکنای دولت ده شما به فایده شما همی لسکی اختیار کردگین. شما به این خاموشیتون و این قدر لسکی و کنبرداریتون زمان نمیشه و اگر همین بچه شوه یا اویله همین یگان کس دیگه با سری قدرت بیایه، قسم به عظمتی خدا میگم ای برادرای حکومتی امنیتی ها، چی اگر تو همو یتیم باشی چی دیگر باشی همه شما نابود میسازه. شما یکو در پیش چشمتون ازاروی زنتون که میکشه تجاوز میکنه، یتیم شخصا خطا میکنه. رمضان رحیمزاده تیم، یوسف رحمان تیم اول شما نابود میسازه. برای اون که اویلش که پرقوت شد این اول آدمای نزدیک خودش که طرفداری کرده میدونه که همون دو پره‌ان اول هوای نابود میسازه. برای همین فکری خوب کنین. من میدونم که همین کارکنای دولت هم همش کارکنای امنیت دیگرش هوای زیدن. امام علی دوست نمیدونم. با نمیدونم اینقدر خاموشی تلخکفن. من حیران هستم برای چی در پیشین ای او چلانتیو گیرین دفش کنین و بیرتش کنین نابودش کنین خلاص شوین. شما هم خلاص میشه، ملت هم خلاص میشه، اولادتون هم خلاص میشه. میشه یک دولتی آزاد. آخه همین شما چلانتی یا تدگر هوای نابود کردی اما ملت دتو نمیرسه. و که من مثال وای کردم هم خیلی شد. من ملت اما رنگ وای نیست. مثال خونخور نیست رنگ امام علی. وای امام علی یک حرامه. وای دوستی نداره هیچ کس. دوستای خودش نابود کرد. اگر وای شخصا اگر خداوند عمری دوباره اگر جوانش سازه کو وای اگر همین رستم اگر طلبی منصب کنه اگر کو بچه خچ هم رستم گنگ همو پدری که امام علی کو تیا میخواد اثر قدرت بیاره اوای ختنو بود میسازه. وای بهت دنیا پرستی دشمنی الله ولدیز نو بهت نو آدم اینو کفای. این شکستش نزدیک دل شکسته نشوین. انشالله نابود میشه. مردم باید نترسه. شخصا من روم تاجیکستان قسم به عظمتی خدا که اگر هم یک همی طرفداری امام علی دست دراز در اویله من کنه یا هم بقوه من اوشی اگر من پیش از رفتن من گپ میزنم مثل مخالفو کتی من گپ میزنم. اگر آدم باشه من پیش من میکشم. من شخصا یگان اولادی همین یگان همون اولاد میگم یگان همین کوی دولت امنیت کدومش اگر زیدی من خیزه کو من قسم خوردگیم کوری کردگیم در حقشون میکنیم. مردم چی گفتن تلخکف نشوین که والله قسم کو بی وطن بشین رنگ یعنی کلتون بشین میگردین. فهمیدید؟ تشکر زیاد برادر جان. خدا خیرتون بده. یکی یا دو نکته اگر دیگه کس باشد وارد کنین برادر تکنیک.
یک دو نکته میخوام که یعنی درسته که این جنایت‌های رژیم رحمانوف از رئیس محلات و رئیس دولت انجام داده ایستادند و اگر خدا نصیب کند و ملت بخیزد و ما حرکت کوشش کرده ایستادیم ما به سر بلند به وطن برگردیم، این معنی ندارد که رژیم رحمانوف اون جنایت‌های صادر کرد و ما دقیقاً همون بالمثل با مانند همون جنایت‌هایی که کردن، یعنی با زن و فرزند ما کار گرفتن، با پدر و مادر ما کار گرفتن، با پیوندان ما کار گرفتن، با بگیریم که مال و ملک ما کار گرفتن. یعنی مطمئن باشید که دوستا، برادرها، همدیارها، هموطنها، اونایی که صدای ما رو میشنوید، اونایی که با آزادی و عدالت باور دارید، ما اون جنایت‌های آنها رو تکرار نمیکنیم. البته از رئیس ملت ها رئیس دولت ما یعنی در اساس قانون در یک محاکمه، در یک بگیریم که نظرسنجی، رأی پرسی، آنها رو با سزای عملشون، با جزای همون عملشون میرسونیم. ولیکن این دو سه کلمه که این برادر شاید که از روی احساسی گفتن که ما با زنشون این خیل، با فرزندشون، با خواهرشون، با مادرشون ما با آنها کار نداریم و کار نمیگیریم. مطمئن باشن همون نفرایی که از رئیس محلات ها، رئیس دولت، مقامدارانی که همین جنایت های صادر کردن، ما با آنها کار داریم. با آنها با مصلحت، با مشورت، با رأی پرسی، با یک محاکمه عادل که تمام سازمان های داخلی و خارجی نظارت کنند، با یک کمیسیون های داخلی و خارجی و یا ناظرهای بین الملل، اینها رو ما جزا میدهیم، به سزای اعمالشان میرسونیم. چه جنایت‌هایی که کرده باشند حساب کتابمون رو برابر میکنیم. تشکر برادر برای اظهار نظرتون. اگر حالا کسی در استودیو نباشد، اگر با اجازه شما این برنامه امروزه رو کم کم به آخر میرسونیم. یک دقیقه منتظر میشیم تا اون دمی که اگر کسی در انتظار یا که نوبت باشد در استودیو حرفش رو میشنویم و فکر میکنم که این برنامه ما 60 دقیقه پلیس شد. از 60 دقیقه هم گذشت. تشکر زیاد برای بیننده ها، تشکیل کننده ها و اینچنین برای تکنیک های محترم که اذیت میکشن، بگیریم که حرکت میکنن، کوشش میکنن. تمام دوستای و برادرایی که در این پخش مستقیم در این نوار ما رو دیدن یا که بعد میبینن، تشکر خود رو میرسونیم. وقتی مبارکتون صرف کردین، وقتی خودتون دریغ نداشتین و حالا میرسیم به پایان برنامه. این برنامه امروزه که 60 دقیقه پلیوس در 10 سال زندان، تحت عنوان 10 سال زندان، برای لایک و کامنت بود در کانال پیمان لایف. و بار دیگر از فرصت مناسب استفاده کرده تمام همدیاران، هموطنان، همملتان، همزبانان را تشویق و ترغیب میدهم که در این کانال ما ابونه شوند، لایک بگذارند و پخش و نشر این موادها، این برنامه، این کانال کوتاهی نکنند. تشکر زیاد. سلامت و زنده باشید. با شما بود محمد رجبی شاهیم در کانال پیمان لایف. تشکر زیاد. سلامت باشید.